اینجا برای شما الان که گفتم انگار یکم دلم آروم گرفت، انگار یکم سبک‌تر شد. مادرم میگفت خواب منه برای کسی نبود، یه همدوگل والا بخون فوت کن، دلت که آروم گرفت بخون. الان نمیخواستم بگم، گفتم شاید اگه نگم برام بد شه. چه میدونم، شاید شما برداری نامه بدی که فرشاد و منجزی همکاری نمیکنه، اونا بردارن منو ببرن اونجایی که علم نمینداخت. خودتون گفتین اگه همکاری نکنم میفرستینم یه جایی تو قلعه حسن‌خان اون برا پیوی کاری. من گوه بخورم، هرچی شما بگی من بگم. ملانی نیست که بگم خواب چی دیدم تو کلم چی میزنه که یه 10-11 ماه این یه 10-11 ماه هم به خیلی میگذاره میره رد کارش. همین که جای قلعه حسن‌خان همین که جای قلعه حسن‌خان و توپ و تیپا و چک و لغتش افتادم به توپ و تشر و قهر و غمیش و قیز شما خودش جای شکر داره به ما بسته. باورم نمیشد بیخیال من بشم با اون همه عکس که از زن دختر مردم تو پیج اینستاگرام گذاشته بودم. البته گفته بودم، بازم میگم اینا زن دختر مردم نبودن. اگه صاحب و بوتبال سرشون بود عکسشون تو پرپاچه و دست و بال من نبود. یکیشون اومد دادگاه شکایت کرد. اونا گفتن راست میگه، آقایوش رفت. قاضی خواست حکم بده، دختر من کشید یه کنجی توی خلوتی، گفت باید درش یه کاری کنم تا اونم رضایت بده. من پام تو بند بود، دلم رضا نبود. چیکار کنم که از ترس قاضی افتادم به پای قوزی هم یه چوسه پایین‌تر نیامد. گفت رضایت میده به شرطی که یه کاری براش کنم.
گفت برای ضمانتش هم 500 میلیون تومان سفته سفید باید امضا کنم بدم دستش. عکستون دارید؟ ترسیدم نکنم، منم کردم. سفته گرفتم. یادمشونم رضایت که داد گفت اگه نکنی اون کاری که من میگم اون کل سفته‌هاتو میدم دست شرخر هم که ما رو میبنده به شیشه نوشابه تا نگیره بله نکنه. گفت براش حال یه مزاحمش رو دیدم. گفت یارو نامرده، مردونگی نکرده در حقش. گفت یارو توخ سر کاشته تو دلش، بعدش هم زده زیر حقش. از اینا که میکنن بعدش هم یکی میکنن. گفت اصلا تو از اون موتور پایینه، گاز بده رسیدی بهش یه لگد بندش کن بزن تو چک. این چه شد؟ کی شیطون شد رفت زیر جلدش، کی نشست زیر پاش که لگد کاریز کنشه. شب اومد در خونه خواهی سفته های شیشه. خواب همینطور که این خواب رو میدیدم، داشتم خواب مادرم رو میدیدم. توی تراس نشسته بود و داشت گیسوهاشو شونه میدید. راستش مادرم گیس بلند مشکی و لختی داشت و خوشش میومد که توی هوای آزاد شدنش کنه. بعد از مردنش تقریبا بعد از 20 سالی اولین باری بود که خوابش رو میدیدم. همینطور که داشتم این دوتا خواب رو میدیدم، یه خواب دیگه هم بود که میدیدم. خواب میدیدم که فرانسواز رو توی پاریس پیدا کردم و دارم میرم به دیدنش روی یه پل به اسم سن میشه. با هم به خاطر یه جمله آشنا شده بودیم. سلمان جیگر که دیگه سفره قلمکار نمیخواد. این ضرب المثل از توی مغزم نمیره، انگار یه جایی کنج کاسه سرم توی سوراخ‌های جمجمه‌ام گونه کرده و کنده نمیشه. وقتی رفتم پیشش توی دستش یه عقرب زخمی داشت. میگفت از توی تحت خواب من جسته. من از عقرب میترسیدم و اون عقرب رو انداخت توی رودخونه زیر پل. انگار همین خواب کنار همین خواب یه خواب دیگر میدیدم. خواب میدیدم رفتم توی یه خونه‌ای که عزاداری بود. نه عزاداری امام و معصوم، عزاداری یه آدمی که مرده بود. چطوری کارم کشید به این خونه‌ای که عذاب بود توش یادم نیست، ولی خوب یادمه که یه زنی رو داشت توی پله‌ها می‌زدید و چند تا استانبولی زغال که روش داشتن مرغ با پر و پوست می‌سوزوندن. خب دیدم سوار موتورم، این همون آدمی که تو روزای شروعی به صورتش اشاره می‌کنم. همه این خوابا رو با هم دیگه می‌بینم. راستش نه اینکه همه اینا توی یه خواب می‌فهمیدم که هر کدوم از اینا یه خواب جداگونه است، ولی من تونسته بودم چند تا خواب رو با هم دیگه ببینم. داشت یادم میاد که این خواب دیگه هم بود. خواب دیدم کلی زن دختر جوان با لباسای لختی مهمونی و کلی آرایش و چوسافیسان اومدن جلوی در دادگستری از من شکایت کنن که من عکسشون رو گذاشتم تو اینستاگرام و آبروشون رفته. خدا از دلشون خبر کنه چقدرم حال کرده بودن. یکیشون داد و بیداد میکرد و پلیس ریخته بود که آرومشون کنه. از گوشه پنجره اتاقی که من توش بازداشت کرده بودن کل شب پیدا بود. کل شبش قول میزد. مردم هم شورش کرد. نمیدونم به خاطر من بود یا به خاطر چیز دیگه ای، ولی یکی از ته راهرو با یه آدم دیگه حرف میزد، میگفت شما با مخابرات صحبت دارید تا سرعت اینترنت رو بیارم پایین. فضای مجازی دیگه شهر نیست که بشه با 2 تا توییت خرگوشی، 4 تا موتور سپر، 2 تا اربده و گاز موتور پرشی و آب پاش و اشک‌آور آرومش کرد. پهنای باند رو کارش بدید. تا همین الانش هم این اعتراضات چند برابر شده. دیشب 5-6 تا از بچه‌های من شاید بهتر باشه که اول یک نگاه از دریچه اصل نمایشنامه‌نویسی به سراغ متن شما بریم که واقعا جمجمه‌اش تو ذهنم مونده. اگر از دهن من جمجمه بیرون میاد منظورم در واقع عنوان کامل متن شماست و بعدش هم یک قیاس تطبیقی که برای من بحث جذاب‌تری است. شخصا برای من بحث جذاب‌تری هست و اختلاف و اشتراکاتی که میتونم بین این اثر و چیزهایی که ذهن من میرسه و اطفالی که به واسطه کارتون در ذهن من نقش ببنده و آثار دیده شده یا خوانده شده رو از ذهن من می‌زنه. اساساً شاید 2 روز یا 3 روز پیش بود، من نمیدونم با کی داشتم حرف می‌زدم، یادم میاد که محمد متحری‌پور
کنم نامه خانمش بود محمد بازی می‌کرد مریم جان قربان و داد من متن رو خوندم و تکلیف سناش رو قرار محمد در واقع بازی کنم و نمیدونم کسی این متن رو خونده یا نه پرشین کت رو و چیزی که به ذهن من رسید یعنی کلا با تماشاگر حرف می‌زد و این در واقع مثلا تو ذهن ما وجود اومد که آدم ایتالیا زندگی می‌کنه و داره برای در واقع هموطنی‌هاش در واقع و اولین چیزی که ذهن من رسید گفتم که چه خوبه که این آدم انگار داره این حرفا رو ضبط می‌کنه و می‌فرسته و اساساً همیشه برای من روابط علت و معلولی سر دیوار چهارم سر این ارتباط یا عدم ارتباط سر اینکه ما داریم واقعا در رو حرف می‌زنیم یا با دیوار حرف می‌زنیم خیلی برای من مسئله مهمه و وقتی تو دیروز به من گفتی یک مونولوگ داشتم به این فکر می‌کردم که این مونولوگ اولین پایبست روابط علت و معلولیش از کجا ناشی میشه یا نشأت می‌گیره و خیلی برام جالب بود که اساساً اسم کارتون مونولوگه اما آن چیزی که در مونولوگتون نوشته میشه دیالوگه چون قراره که یک مخاطب قایی داشته باشه چون قراره که بعداً یک مخاطب داشته باشه و این به نظر من هوشمندی تو رو در قبال نگارش یک مونولوگ می‌رسونه. رفته از دیدگاه نمایش‌نویسی از رفته که پیش می‌رفتید خواب کمی منو ابتدا امر اذیت کرد و گفتم سعید ترسیده گفتم سعید میخواد در واقع یک فضای جریان سیال ذهنی رو برای ما اون پارت اول هنوز ما نرسیدیم سه پارت رو گفتم که خب چرا خواب چرا یک آدم نمیاد مقابل دوربین و از در واقع دنیای خودش یعنی ما یه دفعه برداره از این دنیا بکنه توی یک دنیای دیگه و انگار این ترس یا بهتر میگم این که بیاد پای نمایشنامه‌اش اول رو زمین محکم بکوبه انگار این ترس میده ولی وقتی پارت دوم رفتی نه اصلا نیست چون حالا بیشتری داره این در واقع میتونه لابیرنت رو که نیمیش به نظر من در اجاز نصر نیم دیگر در واقع در بازی هست یعنی به شدت مبتنی بر بازی میشه این امر چون مدام در لابیرای اثری که من گوش میکردم داشتم فاصله بین این رو تا یک داستان نیمه بلند در واقع محک می‌ذارم حالا عنوان رمان رو نمیتونم بذارم عنوان داستان کوتاه دیگه نمیشه ما بهش اطلاق کرد ما با یک داستان نیمه بلند دانای کل اول شخصی اونگار مواجه هستیم که در واقع حالات درونی خودش رو مبتنی بر خواب‌ها داره میگه اینکه آیا ما اگر بیایم اون توضیح صحنه ابتدایی رو بکنیم و در لابلای دیالوگ‌های آدم بتونیم چیزی بگنجانیم که در واقع حالا اون توصیفه نره خارج از دیالوگ یعنی توصیفه هم خودش جزئی از دیالوگ باشه خیلی مثلا حالا تو فضای داستانی ببخشید یه لحظه حرفمو قطع می‌کنم من زیر کتر رو خاموش کنم اینجا ما می‌فهمیم یه کتری هم اونجا هست یا فکر کنم این صدای سوت کتری رو می‌ذارن ببین ما میتونیم تو خود دیالوگ هم به این سمت بریم مدام این فاصله بین ادبیات داستانی تا ادبیات نمایشی برای من در ایجاد جذابیت می‌کنه ولی فی‌الواقع وقتی کار تموم میشه و حالا عناصر دراماتیک مبتنی بر روایت کار به شدت مبتنی بر روایته و حالا یک روایت آمیز یعنی چیزی از آن از لحظه از حالا که وقتی به پایان نمایشنامه میگیم الان بیشتر مطرح میشه وقتی تلفن ها میاد وسط ولی بیشتر در واقع میتونیم بگیم توی نیمه اول یا حتی برسیم به 2/3 که میخواد وارد 1/3 پایان بشه روایت همه چیز از گذشته است از تکرار گذشته است و این به نظر من به واسطه روایتی که هم تحت تاثیر یک تکنیک کهن در هر فرهنگی است هم تحت تاثیر در واقع رمان معاصر هست یعنی به شدت مشخص آنس تو با رمان معاصر در ادبیات داستانی خصوصا در ایران سیال ذهن و دانای کل باعث میشه که تو نمایشنامه‌ای خلق کنی اسمش مونولوگه اما تکنیکش دیالوگه از دید من و در واقع در جهان نمایشی مبتنی بر کاراکتر داره سیر میکنه اما تنه به رمان معاصر هم داره میزنه به شدت تحت تاثیر توضیح صحنه ابتدای نمایشنامه قرار میگیرم و هر چند که قرائت از یک فضای جغرافیایی
به شدت میتونه این تصویرسازی ایلوستراسیون خوبی در ذهن ما ایجاد کنه و عموما چیدمان در اون صحنه به نیمیش میرسه، چون جزئیات قابل کشف نمیتونه به واسطه اجاز نثر تو اون رو داشته باشه. ولی فکر میکنم نیمی از راه شخصیت پردازی فرشاد پارت اولت رو به توضیح صحنه خوب پیش میری و ضمن اینکه به شدت به نظر من تحت تاثیر سینما هست. این